خانم عبدی عمه آقای عبدی تشریف آورده. به اینجا تموم نمیشه، حالا به جای باریک میرسه. به یه شرط رضا گفت چی؟ گفتم میایم گیریم میشیم، میایم تو خیابون با مردم عادی با همون لباس با همون گیریم. چنانچه نفهمیدن من زنم یا اکبر عبدی ام، فیلمو شروع میکنیم. گفت باشه. اتفاقا ما اومدیم نگهبانی دم خونه، همیشه اون پایین 3-4 نفر از آقایون زحمتکش بودن. یکیشون آقای شمالی بود، فوری بلند شد اومد دم در. سلام علیکم. گفت سلام خانم جان بفرمایید. گفتم من عمه آقای عبدی هستم، شنیدم این ساختمان زندگانی میکنه، اونو به من نشان بده. گفت بفرمایید من شما رو راهنمایی میکنم. آورد در خونه زنگ زدم، خانم عبدی عمه آقای عبدی تشریف آورده. به اینجا تموم نمیشه، حالا به جای باریک میرسه. ما رفتیم تو. اون موقع خدا رحمت کنه همه مادرزنا رو و همه مادرها رو، مادر خانم هم که زنداییمون بود زنده بود. یهو گفت به دخترش، گفت دختر ببین کی این پیرزنه چی میگه. گفتم نه من عمه آقای عبدی ام، شما منو نمیشناسید سلطان خانم؟ نه. طفلی سکته هم کرده بود اون موقع. یه خورم حالا میذاریم پایین که به این دلیل مریض بود نشناخت. زنم اومد گفت خانم با کی کار دارید؟ گفتم تو منو نمیشناسی یعنی؟ اصلا شاخ در برد. خلاصه البته میگه من همون اول شناختم، دروغ میگه. خلاصه ماجرا تموم شد و کات صبح زنم هم میاد پایین شیر بگیره از سوپر پایینیه شمالیه، میدوه دنبالش. خانم عبدی شما خبر داری که 2 سال خانم من فوت کرده؟ میگه خدا بیامرزه. حالا چیکار کنم؟ این عمه آقای عبدی مجرد نبود. زنم به من گفتم زودتر اینجا رو ترک کن.